اولین تصاویر از امیر تتلو در دادگاه انقلاب اسلامی و تغییر چهره باورنکردنی تتلو در دوران حبس. امیر تتلو خواننده جنجالی که در بازداشت به سر میبرد. امیر تتلو پس از مهاجرت از ایران در کشور ترکیه زندگی میکرد که پلیس ترکیه این خواننده را به خاطر رفتارهای غیر اخلاقیش به پلیس ایران تحویل داد و در حال حاضر پرونده‌ای برای او در دادگاه تشکیل شده است. امیر تتلو این روزها در بازداشت به سر میبرد و منتظر تعیین تکلیف خود است و این احتمال وجود دارد که به چندین سال حبس محکوم شود. شاکیان خصوصی از امیر تتلو شکایت‌های متعددی در دستگاه قضایی ثبت کرده‌اند. یکی از مهمترین اقدامات تتلو گسترش فساد و فحشا و فراخوان برای حضور نوجوانان زیر 18 سال در محل زندگیش در استانبول بود. حال این سوال مطرح است که آیا حکم اعدام در انتظار این خواننده شیطانی است یا اینکه نه؟ محمد مهاجری وکیل پای 1 دادگستری گفت جرم‌هایی که تتلو در ترکیه مرتکب شده است در ایران قابل پیگیری است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد. وی ادامه داد تتلو طیف وسیعی از پرونده‌ها را با عناوین مختلف دارد که می‌توان مجازات آن را اعدام باشد. مهاجری عنوان کرد از نوع ظاهر و رفتار موسیقی امیر تتلو می توانیم بگوییم که او نیاز دارد به لحاظ روانشناسی بررسی شود، اما دلیلی بر تبرئه وی نمی شود. وجود هر مشکل روانی به معنای مجنون بودن فرد نیست. جلسه رسیدگی به اتهامات امیر تتلو به ریاست قاضی افشاری در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد. دوشنبه 14 اسفند ماه 1402 نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مقصودلو که معروف به تتلو به ریاست قاضی افشاری در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی با حضور مستشار دادگاه، وکیل متهم و نماینده دادستان برگزار شد. در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده، نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت و اقدامات مجرمانه متهم در فضای مجازی را تشریح کرد. به گفته نماینده دادستان، امیرحسین مقصودلو در سالهای 86، 92 و 95 در داخل کشور دستگیر شده است. در سال 97 کشور را به مقصد گرجستان ترک و در سال 98 به کشور ترکیه مهاجرت کرده است. امیر تتلو با عناوین اتهامی مختلف از جمله تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم کردن موجبات آن با تولید و انتشار آثار هنری مستهجن، دایر کردن سایت شرطبندی به منظور قمار و دعوت مردم به این کار، توهین به مقدسات اسلام، قرار جلب به دادرسی صادر شده است. شنیده‌ها حاکی از این است که نامبرده در فرایند تحقیقات قضایی به انجام اقدامات ضد فرهنگی و مستهجن به خصوص استفاده از مسائل غیر اخلاقی و جنسی به منظور بیشتر دیده شدن معترف شده است. پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، قاضی اعلام کرد به منظور کسب آمادگی متهم و وکیل ختم جلسه دادگاه را اعلام می‌کنیم و زمان جلسه آینده متعاقباً اعلام می‌شود. در اولین جلسه دادگاه مادر و خواهر متهم حاضر بوده و در حاشیه دادگاه با وی ملاقات کردند. فریده واثق مادر امیر تتلو امروز بعد از دیدن پسرش یک پست در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت: سلام و درود بر بهترین ها که شما هستید. خبرها را شما برای من فرستادید، مبارکه. این دادگاه نیست، اتحاد بین جوانان و بزرگان ایرانمون، آشتی، صلح، دوستی، خیر و صلاح امیر تتلو به بهترین شکل ممکن انجام شده. مبارک این عید دوستی بین جوانان و بزرگان ایران. مبارکه. من که اشکم بند نمیاد مثل شما که اینقدر خوبید، مخصوصا تتلیهای صبور و وفادار. عاشقتونم. شمایید که با صبر و سکوت همه چیز را درست کردید و باعث آشتی، صلح و دوستی هستید. ممنون و سپاسگزارم. توی کامنت ها بهم بگید
به نظر شما چه حکمی در انتظار تتلو است؟ اگه هنوز عضو کانالم نیستید با زدن دکمه سابسکرایب عضو شوید، زنگوله رو بزن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.